بیشتر این دوتا رئیس هامون رو بررسی کنیم. گفتیم که ذهن خودآگاه ما یا کانشنس مایند ما قدرت مشاهده و فکر کردن داره، یعنی هم میتونه ببینه observe و هم میتونه thinking، میتونه فکر بکنه، ولی ذهن ناخودآگاه ما قدرت فکر کردن نداره، فقط اجرا میکنه. بنابراین ذهن خودآگاه ما قابل مذاکره است. اونجایی هست که شما با یک نفر صحبت میکنید، مثلا بچه‌تونه، نمیدونم کارمندتونه، دوستتونه، باش صحبت میکنید و بهش میگید که مثلا فلان رفتار تو درست نیست، این تو رو به مثلا شکست میرسونه، تو باید این رفتار تو تغییر بدید، سالیان سال داری این کار میکنی، دیگه عوضش کن. نفر به شما گوش میده، واقعا هم گوش میده و میپذیره، میگه آره آره و شما یعنی میبینید که نفر قبول داره، نه اینکه فقط داره گوش میده و بعد میخواد پشت گوش بندازه، نه، گوش میده و واقعا هم قبول داره، ولی بعدش انجام نمیده، دوباره برمیگرده سر همون روال قبلی. یا خودتون کتاب میخونید، خیلی خوبم یادش میگیرید، اون کتاب رو حتی میرید درسش میدید، خب میرید اون کتاب به دیگران هم یاد میدید، اینقدر خوب یادش گرفتین ولی میبینید انجامش نمیدین. بعد میگه آخه چرا من نمیدونم 10 تا کتاب خوندم چرا هیچ تأثیری نداره، و بعد میگید که کتاب خوندن هیچ ارزشی نداره و ولش میکنید. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما دارید با یک نفر صحبت میکنید، اون ذهن خودآگاه اون نفر هست که داره به شما گوش میده، اونه که قابلیت گوش دادن و حرف زدن و مذاکره داره. اون ذهن خودآگاه نفر که به شما گوش میده و واقعا هم قبول میکنه، مگه چقدر قدرت داره؟ 5%. بنابراین نفر دوست داره ولی تبدیل به رفتار نمیشه، مگر اینکه نفر هم به اون خودآگاهی برسه، که قرار شما الان این آموزش رو ببینید که چجوری به اون خودآگاهی برسید. و البته الان دارید میگیرید این آموزش رو، یعنی شما الان دارید آگاه میشید که داره چه اتفاقاتی میفته هر روز برای شما و دارید به این نتیجه میرسید که ما برده در واقع ژن هامون نیستیم، ما برده رفتارهامون نیستیم، سرنوشت ما تعیین شده نیست، بلکه همه چیز دست ماست، اگر تا الان نتایج خوبی نگرفتیم چون این ذهن و این رئیس ها رو نشناختیم. بنابراین ذهن خودآگاه ما به این راحتی یاد میگیره، چون خلاقه، یعنی با خوندن یک کتاب یاد میگیره، ولی اون یادگیری تبدیل به عمل نمیشه چون قدرت نداره، فقط 5% قدرت داره، مگر اینکه یاد بگیریم اون یادگیری رو اضافه کنیم، اون برنامه رو اضافه کنیم به برنامه ذهن ناخودآگاه ما. ولی به این راحتی که اضافه نمیشه. شما توی بچگی زیر 7 سال چجوری یاد گرفتین؟ با تکرار. تازه اونجا هم تکرار بود، هم امواج مغز شما در حالت تتا بود، در حالت سوپر لرنینگه. پس الان هم من اگر بخوام چیزی رو یاد بگیرم باید تکرارش بکنم، یعنی تکرار تکرار تکرار، و در واقع تو علوم عصب شناسی میگم باید مسیر عصبیش ساخته بشه، که مسیر عصبی رو مفصل تو یک فایل جداگونه براتون توضیح میدم که چجوری باید ساخته بشه. پس من اگر کتابی بخونم با 1-2 بار این تبدیل نمیشه به عمل، باید چندین بار بخونم، باید تکرار زیاد انجام بدم تا اون در واقع ذهن ناخودآگاه من ریپروگرام بشه، یعنی از اول پروگرام بشه و برنامه‌های جدید روش نصب بشه، اون وقت هست که تبدیل میشه به عمل. در واقع ماهیت ذهن ناخودآگاه ما هابیچواله، یعنی اینکه عادته، هر چیزی که زیاد تکرار بشه تبدیل بشه به عادت، مسیر عصبیش ساخته بشه، اضافه میشه به برنامه‌های ناخودآگاه من، در حالی که ذهن خودآگاه من خیلی سریعتر یاد میگیره، یعنی با یه خوندن یک کتاب یاد میگیره، ولی خب چون قدرتی نداره زیاد تبدیل به عمل نمیشه، مگر اینکه یاد بگیریم که قدرتش رو زیاد بکنیم. خب دوباره بریم سراغ ذهن ناخودآگاه. ذهن ناخودآگاه ما 70%ش منفیه. چرا؟ به خاطر که اون زمان که اجداد ما توی غارها زندگی میکردن، اون اجداد ما که منفی فکر میکردن زنده موندن، یعنی اجداد ما مجبور بودن به این فکر کنن که خب اگر فردا شیر بخواد حمله کنه من چیکار کنم از خانواده‌ام محافظت کنم، خب من اگر آبگیرم نیامد باید چیکار کنم. بنابراین برای حفظ جان ما برنامه اصلی در واقع ناخودآگاه ما منفی هست. برای همین هم هست که منفی فکر کردن هنر نمیخواد.
منفی فکر کردن انرژی زیادی نمیبره، چون اصلا پیشفرضش اینه و اصلا توجه به کمبودها پیشفرض ذهن ماست. بنابراین اگر که این اتفاقات در طول روز برای شما میفته، این بدونید که این جزء طبیعت مغز شماست، طبیعت ناخودآگاه شماست. ولی شما که دیگه الان آگاه شدید، دیگه یاد میگیرید وقتی که سمت منفی اومد خارجش بکنید. خب ولی یک فردی که آگاه نباشه تو همون منفی میمونه و همون رو هی تکرار میکنه. فقط الان بدونید که این طبیعت مغز شماست که 70% منفیه. خب میدونید فاجعه کجاست؟ فاجعه اینجاست که 95% از روز سکان دست کسیه که 70%ش منفیه. خب پس معلومه میریم سمت منفی بافی و به کمبود توجه کردن و باید آگاه بشیم و اجازه ندیم که این اتفاق طولانی بشه. ولی ذهن خودآگاه ما مثبته. سرعت ذهن ناخودآگاه ما 40 میلیون، یعنی سرعت پردازشش 40 میلیون بیت در ثانیه هست، در حالی که سرعت پردازش ذهن خودآگاه ما 40 بیت در ثانیه، یعنی ذهن ناخودآگاه ما 40 میلیون بار سریعتره. پس بی دلیل نیست که سکان دست اینه، چون این سریعتره. و یکی از دلیلش اینه که ما بتونیم سرعت عمل داشته باشیم. شما تصور بکنید که یک جایی هستین و مار میبینید که با سرعت جت 4 کیلومتر اونورتر رفتید. واقعا این کی بود که به بدن شما دستور داد، به دست و پاهای شما که تندتر بدون، سریع به قلب دستور داد تندتر پمپاژ کن، بریه دستور داد که تندتر اکسیژن برسون، نمیدونم، و سریع اومد اون انرژی بدن رو بیشتر کرد و خون بیشتری فرستاد سمت دست رو برای اینکه بتونید فرار کنید یا بجنگید. کی با این همه سرعت این کار رو انجام داد؟ این ذهن ناخودآگاه شماست. برای همینم هست که سکان همش دسته اینه. یعنی شما موقعی میتونید موفق بشید که اینو ریپروگرام کنید، یه برنامه جدید بهش بدید و برنامه جدیدی که به سوی شادی میره، به سوی موفقیت میره، با این سرعت بالا داره اجرا میشه. پس قطعا شما در زمان کوتاهی میتونید رشد خیلی خوبی داشته باشید. یه نکته بهتون بگم، ذهن ناخودآگاه ما مثل تنظیم خودکار میمونه، مثل هدایت اتوماتیکه. ذهن خودآگاه ما تنظیم دستیه. شما اگر بدنتون به حال خودش ول کنید، افکارتون، خب میره تو حالت تنظیم خودکار دیگه، تو ذهن ناخودآگاه. ولی هر وقت که آگاه شدین که قرار تو این دوره شما یاد بگیرید، میایید روی ذهن خودآگاهتون که محل آرزوهاتونه، خواسته هاتونه، محل خلاقیت، محل ایده های نابه و مثل عضله است، باید قوی کنه. یعنی کل مغز مثل عضله میمونه، هر قسمتیش رو بیشتر تمرین کنید بیشتر قوی میشه. موقع ترس یا عصبانیت یا اضطراب، فرق نمیکنه، خشم، همه اینا یه خانوادن دیگه، خواهر برادرن. وقتی که تو این یکی از این حالت ها باشیم، تدبیر طبیعت اینه که بدن میره رو حالت تنظیم خودکار. چرا؟ چون 40 میلیون بار سریعتره، میتونه واکنش سریعتری انجام بده. وقتی که مار حمله میکنه، شما ماری رو میبینید، خطری رو میبینید، یه چیزی سمت شما پرت بشه، خب این ذهن خودآگاه شما که سرعتش 40 بیت در ثانیه است، تا بیاد عکس العمل نشون بده، ماره شما رو نیش زده رفته، شیره شما رو خورده. بنابراین بدن میره رو حالت تنظیم اتوماتیک خیلی سریع. یعنی وقتی یه چیزی سمت شما پرت میشه، اصلا نمیدونین چجوری دستتون میاد بالا و اون شی رو میگیره. برای همه ما پیش اومده. چرا؟ چون میره روی تنظیم خودکار ما، میره روی در واقع همون ذهن ناخودآگاه. بنابراین موقع ترس و اضطراب و عصبانیت و خشم میره رو تنظیم خودکار. تنظیم خودکار در واقع همون شخصیت واقعی شماست. وقتی که شما فرد رو میبینید و داره تظاهر میکنه، اون ماسک میزنه و شما اون بعد از یه مدت متوجه میشید که این فرد چقدر فرق داشت با اون چیزی که من دیدم. وقتی که ما تظاهر میکنیم و اون چیز رو غیر از واقعیت خودمون نشون میدیم، اون ذهن خودآگاه ماست که قدرت تفکر داره، میتونه تغییر بده، قدرت تحلیل داره. وقتی که نفر تو حالت عصبانیته، چون اون میره تو تنظیم خودکار و تنظیم دستی خاموش میشه، شما شخصیت واقعی اون فرد رو میبینید. برای همین میگه با فرد سفر کن، تو عصبانیتاش، تو خشماش اونو ببین، میتونی شخصیت واقعیش رو تشخیص بدی. چون دیگه نمیتونه تظاهر بکنه، مگه اینکه خیلی دیگه خواد حرفه‌ای باشه.
مورد خیلی مهم دوم اینه که ببینید دوستان، وقتی که شما مثلا یه کتابی میخونید و میخواید چیزی رو یاد بگیرید، باید بریم رو تنظیم دستی، چون گفتیم تنظیم خودکار به این راحتی یاد نمیگیره. باید بریم روی ذهن خودآگاه. اون ذهن خودآگاهی که شما یاد میگیره. خب وقتی که شما ترس دارید، خب مثلا معلم یا پدر یا مادر گفته که ببین اگر اینو حفظ نکردی، اگه یاد نگرفتی میکشمت، خب این نفر حتی نمیکشه، من یعنی اینقدر عصبانیت نفر اون بچه یا اون فرد اون ترس رو بگیره، اتفاقی که میفته بدن میره تنظیم خودکار، یعنی از تنظیم دستی دیگه میاد بیرون، بنابراین یادگیری هم متوقف میشه. چون یادگیری با ذهن خودآگاه ما اتفاق میفته. بر همین هم هست که میگه نفر اصلا یاد هر کاریش میکنم یاد نمیگیره. تو بهش ترس دادی، تو بهش استراب دادی، خب اون نفر اصلا ذهن خودآگاهش نیستش که بخواد یاد بگیره، خاموش میشه، همش تو حالت دفاع رفته، تو حالت اون در واقع دفاع و حمله است، تو حالت پروتکشن، تو حالت حفاظت هست. بنابراین یادگیری در هنگام ترس متوقف میشه. در مقابل ترس چی داریم؟ عشق. وقتی که عشق باشه میریم رو حالت خودآگاه ما و نفر اون حالت رشد اتفاق میفته، نفر میتونه یاد بگیره، خلاقتر میشه. خب الان بیایم یه مروری بکنیم. من دوباره از شما سوال بپرسم، شما برای جواب دادن به هر سوال لطفاً نگه دارید ویدیو رو، سعی کنید جواب بدین. اگر جواب بلد نبودید دوباره برید گوش بدید، نوت برداری بکنید. این مطالب فوق‌العاده مهم هستن. اگر اینها رو درک کنید بهتون قول میدم که در مدت زمان خیلی کوتاهی میتونید تغییرات بزرگی رو ایجاد بکنید. خب سوال اول، کدوم ذهن ما میتونه فکر بکنه؟ سوال دوم، کدوم ذهن ما خلاقه؟ سوال سوم، چرا وقتی با نفر صحبت میکنیم با وجود اینکه میپذیره حرف ما رو ولی تغییری در رفتارش ایجاد نمیشه؟ یا اینکه اینجوری بگم، چرا وقتی کتاب میخونیم هیچ تغییری در رفتارمون ایجاد نمیشه با وجود اینکه میپذیریم و بلدش هستیم و حفظش هم کردیم؟ ذهن خودآگاه ما چجوری یاد میگیره و ذهن ناخودآگاه ما چجوری یاد میگیره؟ 5. چجوری شخصیت واقعی نفر رو بتونیم تشخیص بدیم؟ 6. موقع عصبانیت فرمون دست کیه؟ ذهن خودآگاه یا ناخودآگاه؟ و چه اتفاقی میفته؟ 7. منظور از تنظیم خودکار و تنظیم دستی چی هست؟ چرا موقع ترس یادگیری متوقف میشه؟